حکومت اسلامی به چی میگن؟ حکومت اسلامی به حکومتی میگن نام مهم نیست و این حکومت اسلامی هست چه طریقی به حکومت رسیده باشد، طریق حالا خلافت باشد، طریق پادشاهی باشد، ریاست جمهوری باشد، هر روشی که رسیده باشد به حکومت اسلامی به حکومتی میگن که تطبیق شریعت الهی در آن حکومت صورت بگیرد. مثلا مردم در عبادت‌هایشان آزاد باشند، امر به معروف و نهی از منکر باشد، فحشا، منکرات، شراب، زنا این مسائل نباشد. کسانی که با این اعمال را انجام میدن با اونها قانون طبق شریعت اسلام مقابله بکند، جزا داده شود. این است حکومت اسلامی. اقامه عدل، اقامه مساوات، اقامه شریعت الله سبحانه و تعالی، قرآن کریم اجرا کردن، سنت پیامبر، این حکومت اسلامی است. در کشوری که این قوانین را حکومت اجرا بکند، این میشه یک حکومت اسلامی. اما هیچ وقت در ترکیه چه الان چه قبل از این حکومت هایی که سر کار آمدن نگفتن که ما حکومت اسلامی هستیم، گفتن ما یک حکومت سیکولار هستیم. یعنی چی؟ یعنی دین به سیاست هیچ مداخله ای نمی کند. نه دین در سیاست، نه سیاست در دین. به این معنی که مثلا حکومت نمیاد در مسجد بگید نماز رو اینطوری بخوانید، لباستون اینطوری بپوشید، چند رکعت بخوانید، چند رکعت نخوانید، قرآن بخوانید، نخوانید، نماز بخوانید، نخوانید. ببینید برعکسش هم میگن که علما و مسلمان ها از منظار دینی در حکومت مداخله نکنن. اونا نگفتن که ما حکومت شریعت اسلامی داریم و بار هم در مصاحبه های خودشون در سخنرانی گفتن که ما همین اصول به اصطلاح سیکولاریسم رو در کشور بهش احترام میگذاریم و این رو اجرا میکنیم. در حکومت های گذشته همین اصول به اصطلاح دموکراسی که ادعا میکردن رو زیر پا میگذاشتن و مسلمان ها رو در قید و بند قرار میدادن، جلوی فعالیت های اسلامی رو میگرفتن. اما حکومت حزب عدالت که آمد، همون شعارهایی که در اصل به نام دموکراسی داده میشد و بهش عمل نمیشد، همون رو عملا پیاده کرد. گفت آقا هر کس میخواد دینش رو اجرا بکند آزاد است و هر کس که میخواد که به اصطلاح همون لیبرالیسم و سیکولاریسم رو در اجرا بکند آزاد است. اما یک سری سیاست ها، یک سری روش هایی رو در کار گرفتن تا جامعه به طرف دینداری، جامعه به طرف اسلام، به طرف مکارم اخلاق برود و در این فعالیت های خود تا جایی کامیاب بودن. مثلا خیلی توانستن در طی 20 سال اخیر جلوی فحشا و زنا و شراب و این چیزا رو بگیرن. مثلا شما الان میبینید مثلا از مسجد خارج میشید، شاید در سر راه شما شرابخانه ای باشد. قبلا این شرابخانه الان مثلا شاید در یک محله یکی دو تا باشد، قبلا در همه بقالا و سوپرمارکت ها در همه جا فروخته میشد. این اومد قانونمند شد، مغازهای مخصوصی میتوانن این کار رو بکنن که امیدوار هستیم آهسته آهسته این مظاهر رو از بین ببرن. وقتی یک حکومتی میگه که من حکومت اسلامی نیستم، حکومت شرعی نیستم و حکومت اسلامی هم نمیخواهم، تطبیق شریعت رو نمیخوام، ما چرا بیایم اونا رو محاکمه بکنیم که شما چرا مسلمان نیستید، شما چرا شریعت نمیخواید، شما چرا فلان. هر حکومتی مثلا امروز ما طالبا رو میگن که ما تطبیق شریعت میکنیم، ما با لغت شریعت با اونا صحبت میکنیم، میگیم این کار شما خلاف شریعت است، این کار شما خلاف دین است، این کار شما خلاف قرآن است، این کار شما خلاف سنت است. اما آیا میتوانیم با حکومت ترکیه هم این رو بگیم که آقا این کاری که شما میکنید، این کاری که میکنید این خلاف شریعت؟ میگه با مثلا شریعت تو را قبول ندارم، من مسلمان هستم، اوکی من مسلمان هستم، این مسئله شخصی خودم است، اما این حکومت من یک حکومت سیکولاریست و در این حکومت شریعت جایی ندارد. پس بعضی دوستان اشتباهی که انجام میدن این است که این حکومت رو میبرن در جایگاه یک حکومت شرعی قرار میدن، بعد از اون میان شروع میکنن به محاکمه کردنش.